دولتی که من میخواهم سفر کنم اصلا به مثل دولت های به اروپا اصلا میخواهم سفر کنم، این طرز به دولت های انگلیس یا اینکه گرمانیا. در آنجا برای تحصیل یا اینکه خواندن هم یا تحصیل و یا کار هم شرایط خوب می باشد و اونها از یکی از دولت های ترقی کرده جهان می باشند و در جای تازگی هم باشد، در جای اول هم می ایستند اصلا. و در این دو دولت ها باشد شرایط زندگی برای مردم خیلی هم فراهم آورده شده است و قلعه است. هم چقدر که خیلی نمیدونم، شاید که این انتخاب من باشد یا اینکه دیگران هم فکر را داشته باشند. مثال بگیریم در مدنیت منتالیتی اونها نسبت به ما خیلی بلند هم گیم می شود، چرا که در ما شرایط دیگر است. خواهش من است اگر هم خیلی امکانات پیدا شود که در خارج زندگی کنید، در خارج کار کنید، زندگی کنید، کدام شما دعوت انتخاب میکنید؟ خطای برای چی؟ آخه خطای پیشروی رفته است برای مثلا переводчик нам писал. بسیار آمده است تاجیکستان برای من. از پیشروی بسیار خطای رفته است به فکر من. اگر به شرط ما امکانیت شود و خداوند بزرگ با ما مدد برسونه، ما یک نولانون قاق یک پیاله آب اینمی وطنم به دنیا نمیتونم، چون که ما حس میکنیم که در جهان جناب عالیه که ما داریم در جهان نیست، پیشوای ملت و مملکت رنگ مملکت ما تنج و آرام و سیری و پری انشالله تعالی در دنیا نیست. ما شکر خداوند میکنیم که همین خلوتان دارم. امریکا زندگی کار با اونجا آپت بسیار میگیره، انگلیسی زور میشوه. آزی انگلیسی زبان یکی آزی در جهان هم ایوده انگلیسی را میدونه. ما همه خواهیم اونجا بریم آپت بسیار کنیم. هم دولت خواهد جمهور توسعه انتخاب میکنه. ترکیه برای چی؟ برای که دولت بهترین است و هم بود و هوای خوب دارد، هم باز دولتی است که جزیروی است که برای سفر کردن به بین بحر برآمدن خیلی منظره خوب دارد. تا پیش خود مقصد موندگی که اساسا من میخوام با نیدرلندیا یا که با گلندیا برای زندگی یا برای تحصیل روم. آدم بسیار ترسیم آخه خیلی ترسیم تحصیل کنم، برای که خیلی چخیل گیم دولت خیلی پیشرفته دولت خوبه، بسیار در تلویزیون میبینیم، برای هم دولت هم با من ترسیم آخه است.